8 از مهمترین و شگفت‌انگیزترین برج‌های بلند تو کل دنیا رو با هم می‌بینیم که البته مورد آخر شما رو شگفت زده می‌کنه. مورد پنجم، برج لوته. این برج لوکس توی کشور کره جنوبی قرار داره که 555 متر هم ارتفاع داره که تو سال 2016 ساخته شده. این برج توی کشور کره جنوبی بلندترین برج محسوب میشه و تو کل دنیا پنجمین برج شناخته شده به شمار میره. مورد چهارم، برج تجاری پینگ آن. این مرکز تجاری در شهر شنز چین واقع شده که 599 متر هم ارتفاع این بناست که توی سال 2017 ساخته شده و یکی از مهمترین مراکز تجاری جهان شمرده میشه. برج بعدی خیلی شما رو شگفت زده میکنه، پس ویدیو رو لایک کن تا با هم بریم ببینیم. مورد سوم، برج سلطنتی ساعت مکه. این برج در